مشکلی که آمریکا باش برخورد کرده، اینا هر دو تا در مورد آمریکاست. مسئله این هستش که این بچهای جوان زیر 9 سال یا فکر می‌کنم زیر 21 سال اکثرشون بالای 50% طرفدار فلسطینن که این در نسل قبلی اتفاق نیفتاده بود و میگن که دیگه ما با این رسانه، با این شیوه رسانه‌ای که داریم نمیتونیم اینها رو قانع بکنیم. یعنی دیگه اون شیوه اطلاع رسانی ما باید تغییر بکنه و مشکل رو در همین فضاهای آنلاین میبینن که جالب هست که انگشت اتهام هم به سمت تیک تاک هست، چون کنترلی تو اون فضا ندارن و اتفاقاتی داره اونجا میفته، دانشی که داره اونجا پخش میشه بین بچه‌هایی که دنبال میکنن جای ماها نبوده حداقل تا الان. واقعا عجیب هست، یعنی اصلا قابل مقایسه با وضعیتی که توی اینستاگرام و توی توییتر داریم میبینیم نیستش. با این حال اونجا مثل این که سرمایه‌گذاری‌های شده برای اینکه بتونن صداهای طرفدار فلسطین رو به حاشیه برونن. یعنی یه کدایی مثل این که دارن اعمال میکنن از طرف طرفداران اسرائیل یا نهادهای وابسته، هنوز خیلی مشخص نیست ولی گویی تغییراتی در حال رخ دادن هست حتی تو تیک تاک. جالبه که به شکلی ببینین که همین یه تیک تاک چه فرقی داشتش. همین یه تیک تاک که فقط اپش نیست، تیک تاکی که داره با اف بی آی همکاری میکنه، داره با بشه کنگره همکاری میکنه، داره به کلی از قوانین آمریکا تم میده که از آمریکا بیرونش نکنه و همین تیک تاک بعد سر بزنگا وضعیت رو عوض میکنه. همین آمریکا اگرچه آقای علیزاده آمریکا درست سرمایه‌داری و جنگ میکنه اما مردم خودش آزادی بیان دارن. زرش کدوم آزادی بیان دارن؟ ها آزادی بیان دارن یک تیک تاک جا بذارن. شما اینستاگرام داری، یوتیوب داری، اسمش چیه، اسنپ چت داشتی سالها، توییتر داشتی، یوتیوب گفتم تمام گوگل مال توی، متا مال توی، اپل تعیین میکنه، تمام از 10 تا پلتفرم گنده دنیا 9 تاش مال تو بوده برای سالها، برای 20 سال اول اینترنت. یه دونه تیک تاک بذار باشه، یه دونه تیک تاک، چون ویچت و مثلا اون وکا و اینا که توی روسیه هستن که همشون محدودن، یعنی تو هواپیمای خود اون کشورها هستن، ولی یه تیک تاک بود که بین المللی مال اونها بود. همین یه تیک تاک اگر در داخل ایران بحث شد برای شما و لیبرال ها و امثال محسن برهانی ها و امثال آذری جهرمی ها و غیره، آذری جهرمی که میگه من دلم خونه برای نسل‌کشی بچه‌های غزه و برای مردم ایران که در اینستاگرام نیستن. در اینستاگرام چرا باید باشن؟ کدوم وطن فروشی مردم ایران رو برد به اینستاگرام؟ مردم ایران رو به اینستاگرام برد که کثیف‌ترین و تسلیحاتی ترین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی و اونجا زندانش می‌کرد. دقیقاً در مورد سانسور تو همین اینستاگرام شما کلمه فلسطین یا همون پلستاین به انگلیسی حتما متوجه شدید. آیه پلستاین رو به جاش علامت تعجب می‌ذارن، چون وگرنه اینستاگرام سانسورش میکنه. زایونیسم آیه‌شو به جاش علامت تعجب می‌ذارن، ادساین می‌ذارن، یه کاری میکنن که به اصطلاح با الگوریتم‌های سانسور در اینستاگرام قابل شناسایی نباشه. و اصلا عجیبه شما اگه برید تو ویدیوها نگاه کنید و اگه کسی ادعا میکنه که اونجا آزادی هست نمیشه دید، اصلا جای سوال داره واقعا.